بیا اینجا تا بهت یاد بدم چجوری این همه آشغال رو از توی ماشین لباسشویی بکشی بیرون. با من همراه باش. با نحوه تمیز کردن ماشین لباسشوییتون بعضی وقتا از خودتون میپرسید که چرا لباس ها رو تازه شسته ولی بو میده. ببینید درب ماشین لباسشویی که باز میکنید داخل این واشرش شما موظفید سالی یه بار یا سالی 2 بار باید اینو تمیز کنید. ببینید اینجا رو بیا جلوتر. تمام گل و چرک و اینا میریزه اینجا. همه رو خوب تمیز میکنید. اینجا رو بگیر قشنگ 3 تا سوراخ داره. خب با یه دونه سوزن من از اینجا میخوام ببینم چی داخلش هست. جاده هست نداره. ببینید چی میاد بیرون. فقط مو و آتاشخال اینا میاد بیرون. حالا بیایید اینجا به جلوتر. اینجا رو نگاه کن. یه دریچه داره. دره که باز کردی میپیشونی سمت چپ میاری بیرون. بفرمایید. کاغذ و آتاشخال و اینجور چیزا میاری بیرون. یه دستم میذاری داخلش ببینی باز آشغال توش نباشه. خب برو عقب‌تر. میتونید دوباره دست بکشید داخلش. ببینید اگه آتاشخالی چیزی نباشه با یه پارچه خیسی چیزی میکشید داخلش که تمیز ترش کنید. خودش هم حالت شستشو داره که بخواید تمیزش کنید روی حالت اکو دروم کلین خودشو میشوره. ممنونم ازتون. اگه آموزش دوست داشتی حتما ذخیره‌اش کن و برای دوستانتون بفرست. مستر نامداری هستم.